ورزشکاری در غور به هدف حمایت و جلب کمک‌های زمستانی برای خانواده‌های نیازمند و کودکان کارگر تمرینات زمستانی خویش را در کوهپایه‌های سیاکو در بند بایان این ولایت آغاز کرده است. عبدالقاسم فردوسی، ورزشکار رشته بوکس که به مرد برفی نیز شهرت دارد، از دولت و مؤسسات می‌خواهد که با فرارسیدن فصل سرمای زمستان به خانواده‌های نیازمند و کودکان کارگر کمک رسانی کنند. هدف این رکورد ما که جان خود به خطر انداختن، حمایت از اطفال بی‌بضاعت و حمایت از اطفالی هستند که کارهای شاقه میکنن و سرپناهی ندارن و چیزی برای آتش کردن ندارن. ما شاهد این بودیم که پارسال 4 طفل ما در ولایت غور از دست سرمای شدید جان خود از دست دادن. ما میگیم که این رو باید پیشگیری بکنیم که حال اول فصل است، بسیار سرد است. زمستان غور برای کلی معلوم است بسیار یک زمستان خطرناک داره تا نشوه که دیگه اطفال شیرین خود از دست بدیم به خاطر بی‌توجهی فامیلا و چیز. ما از دولت مرکزی و از کسایی که این دادرسانی میکنن تقاضا میکنیم که کمکاش رو به غور زیاد بکنن تا نشو که ما دیگه اطفال شیرین ما از دست بدیم از دست سرما و یخ و دیگه اطفالی که کار شاقه میکنن اینا رو باید حمایت بکنیم، چون اینا آینده ما هستن. وقتی که آینده کشور به اطفال بستگی داره باید ما به هر نوع شرایط اطفال خود حمایت بکنیم که تا اینا متضرر نشوند. آینده که کشور ما آینده خدای نخواسته در ترکی بره و باید اینا رو حمایت و اسپانسر بکنیم. از سوی هم برخی از جوانان غور از این اقدام ورزشکار رشته بوکس استقبال می کنند و تاکید بر توزیع کمک‌های بیشتر زمستانی برای خانواده‌های نیازمند و کودکانی که کار می کنند شدند. در تازه ترین مورد عبدالقاسم فردوسی از ورزشکاران پر افتخار غور در یخبندانی که در آغاز فصل یخبندان ما در ولایت غور قرار داریم، اینا به خاطر حمایت از اطفالی که آسیب پذیرند و از سوی هیچ نهاد کمک رسانی برای اینا کمک رسانی نشده، اینا یک رکورد بستن به حمایت از اطفال. همچنان به عنوان یک شهروند از نهادهای کمک رسان، مخصوصا نهادهایی که در قسمت چایلد پروتکشن کار میکنن و برنامه‌های مختلف دارن، انتظار داریم که همگام و همسو با فردوسی باشن. فردوسی و اطفالی که در حال حاضر نیازمند کمک رسانی هستند اونا رو حمایت کنند. ما از تمام شهروندان خواهشمندیم که با آقای فردوسی که جدیداً رکورد بستن به خاطر حمایت از اطفال بی‌بضاعت که متاسفانه سال قبل ما شاهد از دست دادن اطفال نازنین بودیم و اینا کمپین را انداختن به خاطر حمایت از اطفال که نهادهای مسئول متوجه می‌سازه تا اینکه اقدام پیشگیرانه‌ای داشته باشند به خاطر که زمستان سرد در راه است. و همچنان ما از تمام شهروندان خواهشمندیم که با آقای فردوسی همگام شوند و در این کار خیر سهم بگیرند تا باشه که یک کمکی را به نحوی کرده باشند برای اطفال نازنین. این ورزشکار غوری سال پیش نیز تمرینات زمستانی خود را در کوهپایه‌های سیاکو در بند بایان این ولایت به هدف جمع‌آوری کمک به کودکان کارگر راه اندازی کرده بود که پس از آن برخی از مؤسسات کمک کننده در کنار توزیع مواد غذایی و سوخت زمستان همچنان زمینه آموزش را نیز برای ده‌ها کودک فراهم کردند. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.